درود رفقا، من محمدم و اینجا چنل هیرو گیمه. ما یه سری ویدیو گذاشته بودیم که حالا اونا پرایوت شده و شما دیگه اونا رو نمیتونید ببینید. فعالیت ما بعد از 56 روز 57 روز شروع شد و امیدوارم که در این دقایقی که ویدیوهای منو میبینید بتونم کمی حالتون رو عوض کنم. ویدیوی امروزمون پک اوپنینگ جایزه رایولزه که ما حالا در چنل روزهای شنبه، دوشنبه و پنجشنبه ویدیو میذاریم و روزهای پنجشنبهمون ویدیوی پک اوپنینگ هستش که حالا امروز ما فقط جایزه رایولز رو داریم و ما از هفته‌های آینده جایزه های چمپیونز و اگر شاید شد اسکواد بتل و رایولز رو توی یک ویدیو همه رو با هم میزنیم. من یکی دو روز پیش جایزه های چمپیونز رو زدم و الان فقط جایزه رایولز رو داریم و در آخر ویدیو هم یه دونه پک مثبت 88 هیرو بستیم و اونو زدیم و بریم سراغ پک اوپنینگ و ببینیم که چه بازیکنایی رو ما میتونیم از این جایزه رایولز بگیریم. واقعا بریم اول پکامون رو بزنیم. یه دونه پلیر پیک داریم و ببینیم که حالا چی بهمون میده از این پیک. هیچ نمی کنم چیز خاصی ما بتونیم از مثبت 83 بگیریم که فعلا داره همینجوری میده جلو و بعد خوبه یه تیم آف ویک داد برای اسپیسی ها، به دردمون میخوره. بریم سراغ پکامون. حالا این پک ها رو بزنیم یه سری پک های دیگه از اسپیسی میبندیم، دوباره اونا رو میزنیم. حالا شاید یه دونه پیک کمپین ببندیم یا یه دونه پک کمپین ببندیم. پک هایی که داریم الان فعلا از این ور بخوام بگم 3 تا مثبت 82، یه دونه 15 تا مثبت 82، 5 تا مثبت 83 داریم، 14 تا مثبت 83 داریم، 4 تا مثبت 83، 2 تا مثبت 84، 2 تا مثبت 86 و یه سری پک های دیگر هم حالا ما بازیکنایی که بگیریم دوباره باش SPC رو میبندیم و میزنیم. من حالا چون قبل از این ویدیو جایزهای چمپیونز هم زده بودم اونا رو فعلا نداریم، ولی از هفته های آینده اگه بخوایم بزنیم جایزه چمپیونز و رایولز رو توی یه ویدیو میزنیم. بریم آقا از همین 3 تا مثبت 82 بزنیم که فکر نمی کنم این پکا چیزی بهمون بده. حالا بعد جوری که مشخص بود اینجای بازی دیگه من احساس نمی کنم از این پکا بتونیم چیزی بگیریم. 15 تا مثبت 82 ببینیم تو این پک چی به ما میده و بله واکاوت توی ام دانمارک، لیگ بلژیک زنانه یا بلژیک آلمان زنان بایر مونیخ شروور و بله بازم یه تیم آف ویک دیگه گرفتیم. میریم سراغ 5 تا مثبت 83 ببینیم که چی به ما خواهد داد و بازم واکاوت RW انگلیس آرسنال ساکا. آقای ساکا رو به ما داد و کسی هم پشت. ببین از اول بازی فکر کنم من یه 10 تا ساکا گل تا الان گرفتم. سراغ 14 تا مثبت 83 ببینیم که این پک چی ما خواهد داد. باز هم واکاوت CDM ایتالیا انگلیس کانالی. پشتش دوباره آرسنال. دوباره ساکا میخوای بدی دیگه. من که میدونم الان دوباره ساکا میدی. بیا دیگه سیاپوس. نه ساکا نبود دوستان، ساکا نبود. زایمون کرد، فقط اومد که ما رو زایه کنه. 4 تا مثبت 83 ببینیم از این پک چه خواهد داد. یا برفر جایزه های رایولز فعلا جذاب نبوده، ما اینا رو فعلا میگیریم. الان چشم دوختیم به
اسپیسی هایی که قراره با این پکا ببندیم. 2 تا مثبت 84 و پک بعدی پک آخره و ای بابا برزی را ول نمیکنه این میلیتا ما رو، بیخیال نمیشه. دست از سر رئال که بر نمیداری، حداقل اینجا دست از سر ما بردار. و 2 تا مثبت 86 که با 26 باز هم واکاوت، باز هم زن آردی سپین لیگ زنان به پشتش اون کاکوتا بود چی بود کاتوتو بود اونه پشتش صد بیا اومد زنی که سیاپوس پدر نخور. بله خانم کاتوتو رو پشتش داد. 10 تا مثبت 83 اینو بزنیم و یه دونه پک هیرو میخوایم ببندیم که اونم مثبت 88 واکاوت البی نونو مندز اتاکت داریم. نونو مندز رو داد. یه تیم آف دی ویک هم حالا بنده اون گوشه موشه ها. بله تیم آف دی ویک رو اون گوشه موشه ها انداخت و تیم آف دی ویک رو به ما داد که برای پک هایی که تیم آف دی ویک بازن بتونیم با تیم آف دی ویک همون باشون بازی کنیم. آقا میرسیم به گل سرسبد پک اوپنینگ این ویدیومون. پک هیروی مثبت 88 که ما ازش حالا ویدیوشو نگرفته بودیم، اونو از این پک ما تونستیم ادن هازارد 92 بگیریم که 3 میلیون تو مارکت الان پولشه. کامیون الان من نمیدونم چرا بعد الان بیاد وسط این الان چرا بعد بیاد کامیون رد شه من نمیدونم. حالا بریم به هر نحوی که شده این پکو بزنیم. امیدوارم یه چیز خوب به ما بده مثل اون هازارد. ما رو اون هازارد رو به ما داد، ما زر الان بدقلق شدیم و یه بازیکن خوب امیدواریم بتونیم ازش بگیریم. بریم برای این پک ببینیم که چی به ما خواهد داد. مرد LM بابا سک تو دهنه LM نداری بابا LM نداری LM نداری و همین الان گفتم ادن هازارد دارم LM میده. من همین الان اومدم گفتم ادن هازارد 92 دارم، خب که اون ادن هازارد هیچ جای دیگه ای به جز LM بازی نمیکنه. خب و تا الان اومدی همون بازیکن LM رو به ما دادی. واقعا دلغکیه، یعنی واقعا یه دلغکی تو. من میدونم تو یه آدم دلغکی ولی نمیتونم هیچ جوره ثابتش کنم که تو یه آدم دلغکی، یعنی کسی که این بازی رو ساخته 100% یه آدم دلغک بوده. نمیدونم واقعا دلغکی دیگه آقا، واقعا دلغکی. اینو نکن. خب آقا اینم از پک اوپنینگ جوایز رایولز بود. حالا توی این ویدیو ما نتونستیم چیز خوبی بگیریم، چیزی که به دردمون بخوره رو بگیریم، بازیکنی که بتونیم تو ترکیب بذاریمش، ولی از ویدیوهای بعدی جایزه چمپیونز و رایولز و حالا بعضی موقع اگر بتونم اسکواد بتل هم بازی میکنم توی یه ویدیو اونا رو با هم میزنیم و 100% اونجا بازیکنای بهتری بهمون میده. ولی خب حالا این ویدیو نشد زیاد بازیکن خفن بگیریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.